شغلت چیه؟ من تریدرم. خب بیا ببینیم چقدر سود کردی. نت رو شیر کنی نشونت میدم چقدر شیر کنی. نت ندارم الان. تو ضرری یا؟ آره متاسفم ولی چقدر؟ حد ضرر رو بردم بالا. چقدر 1000 بردی؟ تا بردم بالا. حد و تو از حد ضررم تو ضررتری من همچنان. به حد ضرر بدهکارم. بهش میدیم در که نرفتیم. جوونم کار میکنن سود میکنن بهش میدم. آینده همین. فعلا تو حد ضرریم. گفتم آیندهش روشن سود کردم. جدی چقدر؟ $100. پولدار شدی؟ نه $900 بدهکارم دیگه. دیروز $1000 ضرر کردم امروز $100 سود کردم. این کلا سیستمش چجوریه؟ هیچ وقت سود نمی‌کنی، همیشه تو ضرری. فعلا در حال حاضر سود کردم. روزهای سخت تموم شد. استادم تو کانال سیگنال گذاشت. ببینم. اینو بذار بریم تو سود. این چه کاری بود آخه؟ $5 بیشتر نداشتیم اینم تموم شد. اخ تلگرام کانکتینگ مثلا نت ندارم مال 4 روز ای پیامه. میشه بری؟ سود اینو خورده برو. بودن. استاد این سیگناله رو من نت نداشتم. ترید میکنی پس اوضاعت خوبه. آره خدا رو شکر. یه خونه، یه ماشین، یه موتور، یه 16 پرو مکس. خوش. نه اینا رو فروختم ضرر دادم همه رو. خوش تو سرت. جونم. بله آگهی تو دیوار یه 11 نورمال من گذاشتم باتریش 40. آره دیگه سرویس بهداشتی اصلا. یه چیزی خریدم هی داره میاد پایین. خب بخر بازم. خریدم ولی بازم داره میاد نه پایین. بازم بخر. آره هی هر چی میخرم انگار داره میاد پایین. خب بخر دوباره. بازم خریدم داره صفحه گوشی میاد به بیرون. نظرم اینجا بفروش دیگه. سگ میخره دیگه این کسی دیگه اینو نمیخره. پایترین حالت ممکنه. LCD گوشیم کوچیکه وگرنه بازم میومد پایتر. از سوکت شارژرمون ما بیرون. چرا لپتاپ اینجوری استفاده میکنی؟ صفحش بزرگتر حد ضررم بهتر پیداست. چرا انقدر تکون میخوری؟ از ترید رو مونده ای. آمریکا چی کار دارم با وارد تو؟ وصول مطالبات علی چی کار کردی علی؟ این ماشینمه بفروشیم دیگه. چه کار با من داشتی من با چی بدم خونه